افتتاح حساب بانکی در آلمان زندگی کردن بدون یک حساب بانکی بسیار سخت است. حساب بانکی را ما برای موارد مختلف در آلمان نیاز داریم. مثلا برای دریافت حقوق از جاب سنتر یا از سوسیال امت، یا که برای پرداخت فروشگاه‌های مختلف ما همیشه به یک حساب بانکی نیاز داریم. افتتاح یک حساب بانکی که برداشت پول، پرداخت پول و نگهداری از پول را میتونه انجام بده، برای همگی در آلمان امکان پذیر است، اما شروط خاص خودم داره. یک حساب جاری معمولی در آلمان با نام بازیس کنتو شناخته میشه که تمام کارکردهای اولیه امور بانکی مثل پرداخت، برداشت و نگهداری از پول را داره. با یک حساب بانکی معمولی شما میتونین از فروشگاه ها خرید کنین، میتونین از حسابتان پول بکشین و در حسابتان پول بریزین. چه کسایی میتونن این حساب بانکی معمولی را داشته باشند در آلمان؟ تمام شهروندان اروپایی، تمام کسایی که با مدرک در آلمان زندگی میکنن و تمام کسایی که دولدونگ دارن و همچنان افرادی که محل سکونت ثابتی ندارن هم میتونن این حساب بانکی را داشته باشن. برای افتتاح حساب بانکی به چه مدارکی نیاز داریم؟ در اول ما به مدرک شناسایی یا پاسپورت نیاز داریم، و اثبات ورود یا همین مدرکی را که شما به طور قانونی در آلمان زندگی میکنید ایران نیاز داریم، و اجازه اقامت یا دولدونگ برای پناهجویانی که در آلمان زندگی میکنن و تحت حمایت دولت هستند و پاسپورت ندارن. آیا باید برای حسابمان هزینه پرداخت کنیم؟ بله، چون در آلمان این رقم است که هر بانک های مختلف وجود داره و هر بانک مبلغ خاصی را به عنوان کارمزد خود دریافت میکنن و از بانک تا بانک فرق میکنه که این مبلغی را که شما پرداخت میکنین چقدر هست. در انتخاب بانک باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ اول از همه باید ببینیم که شعبه نزدیک محل زندگیمان را انتخاب کنیم و ببینیم که آیا دستگاه‌های اتومات در نزدیکی خانه‌مان وجود داره یا نداره. باید مطلع شویم که چقدر هزینه برای بانک باید ماهانه بدیم که بفهمیم چقدر هزینه داره. و در آخر براتون توصیه میکنیم که اول که وارد آلمان شدین درخواست کردیت کارت یا حسابهای اعتباری ندید، چون کردیت کارت ها خرج کردن را آسان میکنه و این باعث میشه که آدم بسیار زود قرضدار شود و اگر که شما بیش از حد قرضدار باشین، پس اگر در آینده بخواین درخواست قرضه بکنین با مشکل برمیخورین اگر ببینن اعتبارتان خوب نیست بانک. و یک توصیه آخر ما این است که همیشه کمی پول نقد همراهتون باشه در آلمان، به خاطری که در بسیاری از جاها هست که نمیتونین شما با کارت بانکیتان یا با کردیت کارتتان حساب کنین، چون در بسیاری از دکان‌ها یا رستوران‌ها شما نمیتونین بالای 100 یورویی را بتین و از اون خاطر بهتر است که همیشه کمی پول نقد همراه ما باشه.